سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی خوش‌آب و رنگ و البته خوش عطر در خدمت شما هستم. بازی چای و اکسپنشن اون هایتی. این بازی در سال 2019 عرضه شده که البته نسخه دیلاکسی که امروز اینجا هست و می‌خوایم آنباکسش کنیم در سال 2020 عرضه شده. و طراحان اون یک زن و شوهر هستن به نام دن و کانی کازمایر. همینطور کار تصویرسازی بازی رو مری هاستایک و ساهانا ویجی انجام دادن. در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه رنک اوورال بازی 3065 هست و در دسته فامیلی 1003. امتیاز 6 و 7 و سختی 1.71 از 5. بازی چای بازی راحتی هست ولی بازی هست که در حین بازی خیلی بهتون خوش خواهد گذشت. شما در نقش تاجرین چای قرار هستش که طعم‌های مختلف چای رو با هم مخلوط کنید و بهترین طعم‌ها رو برای بهترین مشتریاتون در نظر بگیرید. بدون فوت وقت بریم ببینیم داخل این باکس چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ آنباکس بازی چای. چاقوی آنباکسمون که کاری باش نداریم، فقط توی صحنه بود و اکسپنشن چای رو که فعلا میذاریم کنار و میریم سراغ جعبه اصلی. جعبه اصلی خود سنگینه، ترجیح میدم که درب رو باز کنم و کف باکس رو بعدا نشونتون بدم. روی باکس این نقش رو داریم در سمت چپ و در سمت راست باکس این نقش هست. در همین حین هم بگم که باکس بسیار محکمی هست. در پایین باکس با رنگ آبی و در بالای باکس با رنگ صورتی. بازی برای 1 تا 5 نفر طراحی شده. بین 20 تا 60 دقیقه زمان لازم داره و برای بالای 8 سال قابل بازی است. داخل درب باکس چیز خاصی نیست، میذاریمش کنار. رولبوک بازی رو داریم که رولبوک بسیار سبکیه، 6 صفحه هست و بازی چه کلا بازی سختی نیست، بازی راحتیه ولی از اون بازی هست که در حین بازی بسیار خوش میگذره بهتون. و اکسپنشن بازی که یک دفترچه خیلی کوچکتر هم داره و این از در واقع باکس بازی چای. یه توضیح بدم که این باکسی که اینجا هست کارت های بازی در این باکس قرار میگیره. اگر که مثل من اهل اسلیپ کردن کارت ها باشید دیگه متاسفانه توی این باکس جا نمیشن و باید داخل خود جایی که براش تعبیه شده بذارید، ولی اگر که اسلیپ نکنید میتونید داخل همین باکس نگه دارید و در اونجا قرارش بدید. برای این باکس میتونه برای شمایی که اسلیپ نمیکنید مفید باشه. خب باکس رو بذاریم یک طرف، شروع کنیم به دیدن کامپوننت جذاب بازی چای. یک ارگانایزر اینجا هست که وقتی اون رو باز میکنید روی این ارگانایزر هم نوشته چای هست. بذارید از چیزای جذاب شروع کنیم. یک توکن فرست پلیر هست به این شکل، یک قوری و یک فنجان و در طرف دیگه این نقش رو داره. بذارید من در همین حین توکن های کاردبورد بازی رو هم بیارم که بتونیم با هم مقایسه کنیم. این توکن کاردبورد بازی هست و این توکن فلزی در پشتش هم همینطور. یک سری سکه داریم، در واقع سکه های 3 که صداش رو میتونید ببینید، در واقع بشنوید. سکه های کاردبورد و سکه های فلزی. سکه های بسیار براق و جذابی هستند و همینطور وزن خیلی خوبی دارن. سکه ها واقعا سکه های سنگین هستن. سکه های برای سکه های 2 هست که صدای جذابشون و مقایسش با نسخه کاردبورد. این هم از پشتش. کاردبورد ها ضخامتش معمول هست و سکه ها هم که سکه های فلزی بسیار با کیفیت و همونطور که گفتم سنگینی هست، واقعا وزن جذابی داره. و سکه یک واحدی که من کاردبوردش رو بیارم اینجا و این سکه ها رو که صدای متفاوتی داره به شما نشون بدم. و این هم سکه یک واحدی، مقایسه بین سکه کاردبورد و سکه فلزی. در پشت هم باز این نقش رو داریم، یک فنجان که ازش داره بخار بلند میشه و 2 قاشق. خب این از سکه های خیلی هیجان انگیز بازی.
چیز دیگه که توی این ارگانایزر هست برگ های چای های مختلف هست در 5 رنگ برای 5 بازیکن. هر کس رنگ خودش رو در بازی استفاده میکنه. این 5 رنگ هست. توکن ها بسیار مرغوبه، ضخامت بسیار عالی داره و رنگامیزی فوق العاده خوب. توکن های کاردبورد دیگری که اینجا هست که شما میتونید با خرید یکی دو تا پک دیگه اینها رو هم تبدیل کنید به توکن های اکریلیک و کیفیتش رو بالاتر ببرید. بکشون به این ترتیب هست. اینا توکن های پاداش هست. در پشت پاداش های مختلفی دارن، از جمله 3 سکه، 2 سکه، 1 سکه، عرض کنم که طعم های مختلف، منابع وایلد که میتونید به عنوان هر کدوم از این منابع استفاده کنید، با سکه 1 و 2 تا هم پوچ هست. قبلا هم گفتم ضخامت تایل ها ضخامت خوبیه که من اینها رو توی این 2 تا قسمتی که اینجا هست نگه میدارم. همه چیز این ارگانایزر خوب هست. اگر دربش یه مقداری محکم‌تر بود با توجه به وزن سکه ها من شخصا خوشحال‌تر بودم. خب برگردیم به باکس و بذارید که من بیام عقب‌تر که شما هم ارگانایزر رو ببینید. خب یک بوردی داریم اینجا که بورد در واقع فلیور هست. بوردی هستش که طعم‌های مختلف یا اسانس‌های مختلف روش قرار میدن. در پشتش این نقش رو داره. یک راند شمار خیلی جذاب داریم در بازی که یک دماسنج هست، در یک طرفش سانتیگراد هست و در طرف دیگه فارنهایت و یک گیره اینجا هست که این گیره رو وقتی به این در واقع دماسنج میزنیم، هر راند که بازی میره این دما 25 درجه در واقع میره بالاتر. در 5 راند بازی انجام میشه و خب این راند شمار خیلی خلاقانه هستش که به نظرم خیلی جذابه. بازار اصلی بازی رو داریم که توکن های در واقع مواد اولیه و چاهای مختلف اینجا میان در 3 بخش مختلف، 1، 2 و 3 سکه که یک مکانیزم جالبی داره. این بورد دولایه هست و در پشتش این نقش رو داره. اگر که توکن های همرنگی کنار هم چسبیده باشند، شما با پرداخت بزرگترین عددی که اون رنگ درش هست میتونید کل اون تایل ها رو بردارید. بدیهیه که ضخامت بسیار خوبی هم داره چون یک بورد دولایی خیلی ضخیم هست. 5 پلیر بورد هست که در پشت رو تفاوتی با هم ندارن، یک نقش رو دارن در رنگ های مشکی، آبی، سفید، سبز و نارنجی یا گلبهی یا قرمز که همون رنگ هایی هستن که اون منابع اولیه رو به شما نشون دادم. یک صفحه دیگری که باز پشتش به این ترتیب هست و در واقع جای سکه های بازی هست در واقع. و میرسیم به قسمت پایین تر. این 6 تایل که اینجا هست و عرض کنم که 2 تاس محتویات بسته اکسپنشن هست. این 6 تایل که 2 رو هم هستن در واقع وریته هایی رو به بازی اضافه میکنه که شما میتونید از اون وریته ها در بازیتون استفاده کنید و در واقع بازی رو یه مقداری چالشش رو بیشتر بکنید. همونطور گفتم چای بازی ساده است، بازی سختی نیست ولی بازیه که خیلی خوش میگذره توش و لذت بخشه. و این هم از تایل 6. خب این رو هم بذاریم کنار. بریم سراغ کارتای بازی. یک سری کارتای مشتری ها که من میذارم کنار و یک سری کارتای دیگه. بریم سراغ این کارتا و نزدیک بشیم. خب تمام کارتا در بازی بکشون همین هست بلا استثنا. فقط رنگ ها فرق میکنه. مشتری ها با این رنگ شناخته میشن، فنجانی که مقداری قرمزتر هست و کارت های دیگه 2 رنگ دیگه دارن. یکی یه مقداری به بنفش میزنه و دیگری یه مقداری به طلایی میزنه. این طلایی ها و این بنفش ها جداگونه بهشون بپردازیم. در نسخه دیلاکس یکی از تفاوتاتی که با نسخه ریتیل داره همین کارت ها هست. یه بخشیش
این که در واقع یک سری قوانین جدید وارد بازی میشه و شما میتونید با وریته های دیگه‌ای بازی کنید. زیرش هم نوشته دیلاکس رولز که 3 تا و 4 تا هست و بقیه در خود بازی هست. یک سری کارت دیگه اینجا هست که در حین بازی شرایطش در واقع ابیلیتی هایی هستش که به شما داده میشه و حتی شما میتونید برای این کارت ابیلیتی خودتون طراحی بکنید. اینش جالبه. در هر بازی تعداد مشخصی از این کارت در واقع رو میشه و بازیکن ها میتونن از اون ابیلیتی به طریق خاصی استفاده بکنن که خب میتونه خیلی کارساز باشه در طول بازی. خب بریم سراغ کارت های مشتری ها که در چند رنگ مختلف هست. اولین رنگ که مشکی هست. من یه خود بیام پایین تر. جناب ونگوک، ملکه ویکتوریا. این دوستمون رو نمیشناسم. دوستی از سریال استار ترک اشتباه نکنم و خانم و آقای کازمایر که طراحان بازی هستن و این کارت رو با تصویر خودشون در واقع طراحی کردن. خب رنگ سبز. این کارت ها هم مخصوص در واقع نسخه دیلاکس هست مجدد. چند تایشون. هر کدوم از این مشتری ها یک چای رو با یک طعم خاص میخوان. مثلا ایشون میخواد که چایش حتما عسل داشته باشه، زنجبیل داشته باشه و لیمو و در ازای این چای 15 امتیاز به شما خواهد داد. بعضی از این منابع در واقع کمتر پیدا میشن و سخت‌تر تامینشون هست یا تعدادی بیشتری لازم دارن. برای امتیازات مختلفی رو میتونید از این کارت ها بگیرید. کارت های سفید هم همونجور که گفتم مثل همون کارت اول شما میتونید آرت خودتون رو بزنید و این در نوع خودش خب جالب هست. تو بازی های دیگری هم البته این رو فکر میکنم دیده باشم من، شما هم احتمالاً دیدید، ولی در این بازی هم به هر صورت این اتفاق افتاد. یک آرت مختص خودش رو داره این بازی. من خیلی شبیه این آرت رو در جای دیگه ندیدم. این گربه های خیلی بامزه و این خانم مسنی که اینجا هستش. خب بذارید من همینجا یکی از این کارت ها رو از اسلیپ در بیارم و به شما نشونش بدم. کیفیت کارت ها کیفیت بسیار خوبیه و همونطور که میبینید شاید البته نشه توی فیلم ببینید یک انباس ریزی هم روی این در واقع کارت هست. و رنگ آخر که رنگ آبی هست. در نسخه دیلاکس یکی از موارد همون کارت اولیه بود. دومی یکی از این چند تا از این کارت ها در واقع کارت مشتریان اضافه شده به مجموعه. سکای فلزی داخل خود باکس قرار گرفته و دور برگردیم به باکس. خب یه خودم بیام عقب‌تر. چند تا در واقع آیتم دیگه توی باکس هست. 2 تا کیسه هست، کیسه های کاملا معمولی. واقعا برای دیلاکس این کیسه ها به نظرم یه خورده کمکاری بود. میتونستن کیسه های جذابتری بذارن. کمان که شما با پرداخت پول میتونید آیتم های دیگه دیلاکس رو هم بخرید و توی این باکس بذارید. یکی از اون آیتم ها همین 2 تا کیسه هست که با کیفیت خیلی خیلی عالی و طرح خیلی زیبا هست. پلیمت بازی هست که میتونید تهیه کنید. ولی خب برای یک بازی دیلاکس این کیسه ها خیلی خیلی معمولی هست که حتی فکر میکنم پارچه هم نیست. احتمالا از نزدیکی ببینید متوجهش میشید که این چه نوع کیسه ای. این رو بذاریم کنار که بهتون نشون بدم. یک کیسه دیگه اینجا داریم، تاس ها و در واقع یک قسمت خیلی جذاب که اینو بذاریم کنار تا بعد به شما نشون بدم.
اینزرت بازی که اینزرت خوبی هم هست، در واقع ساخته گیم تریس هست مثل بقیه اینزرت ها، اکثر اینزرت ها. کف باکس در واقع اگر که اشتباه نکنم اسم بکرها اینجا نوشته شده که در کمپین حمایت کردن از بازی. در سه طرف دیگه باکس چیز دیگری نیست و در پشت باکس هم نمایی از کامپوننت، دیلکس کامپوننت، که موقعی که دارید بازی رو میخرید با پشت بازی هستی فقط اینجا متوجه میشید که در واقع چه فرق‌هایی داره و کدوم کامپوننت اضافه شده به این باکس. همونطور که در ابتدا هم گفتم این بازی یک نسخه بسیار گران قیمت $450 هم داره که در یک جعبه چوبی در زمان کمپین عرضه شده بود. خب بیایم سراغ این کیسه ها. منم یه خود بیام نزدیکتر. یکی از این کیسه ها حاوی توکن های در واقع طعم های مختلف هست. من اینا رو بذارید اینجا بذارم تا به شما بتونم نشون بدم. خب یکی شیر، دیگری میخک یا دارچین یا میخک و دارچین، البته میخکه، عسل، فکر میکنم قند و اگر که اشتباه نکنم که نمیکنم وانیل. این 5 تا طعمی هست که شما میتونید برای چای هاتون استفاده کنید و یک توکن وایلد که میتونه به جای هر کدوم از اینها مورد استفاده قرار بگیره. اینا رو بذاریم کنار. یکی از آیتم هایی که در واقع آپگرید های بازی میتونید تهیه کنید همین توکن ها هست که به صورت اکریلیک در واقع میتونید داشته باشیدشون. کیسه دوم که یکی از هیجان انگیزترین قسمت های این بازی هست، توکن مواد اولیه مختلف هست که توکن های اکریلیک فوق العاده با کیفیت، همونطور که میتونید ببینید اینجا، در چند در واقع رنگ مختلف و ماده های مختلف که الان با شما نشون میدم. این 6 تا هستن، 6 تا توکنی که در واقع در بازی استفاده میشن. در نسخه دیلاکس این توکن در واقع وایلد هم وارد ماجرا شده که ضخامت بسیار خوبی دارن، کیفیتشون خیلی عالیه. این هم از این قسمت. بذارید من این رو بذارم اینجا. داخل باکس اصلی بازی یک گیره زاپاس در واقع برای اون راند شمار و 2 تا تاس سفید هم برای بازی سولو تعبیه شده. و در باکس اکسپنشن این 2 تا تاس شفاف رو داریم که یکیش مواد اولیه مختلف هست همونطور که می‌بینید و دیگری طعم‌های مختلفی که میتونه اضافه بشه. قبل از اینکه آخرین جزء رو ببینیم، باکس اکسپنشن به این ترتیب هست. داخل باکس اگر که شما باکس رو باز کنید رول بوک رو خواهید دید و این در واقع باکس دوم رو که داخل این هم خیلی خیلی زیباست و این باکس باز میتونه اون تایل های اضافه رو در خودش نگه داره، این تایل ها رو، و 2 تا تاسی که هست که خب قاعدتاً وقتی که اینها همه در باکس اصلی میاد دیگه اینها در واقع کنار میره، ولی یک طرح فویل هم روی این باکس هست و در پشتش هم کامپوننت بازی. و بریم سراغ فنجان های چای که 5 تا هست به این ترتیب و میتونم بگم که یکی از زیباترین قسمت های بازی و جذابترین قسمت ها همین هست. اینها جنس لاستیکی دارن و به این ترتیب نرم هستن، یعنی کاملا حالت لاستیکی دارن، اصلا خوش نیستن، وزن خیلی خوبی دارن، در واقع میتونم بگم سنگین هستن کاملا و در واقع توی بازی به عنوان ذخیره در واقع توکن هایی که استفاده شده شما توی این فنجان ها میریزید که حالا یک عملکردی رو به شما میده. نقش دور تا دور این فنجان رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. خیلی برجسته، خیلی جذاب همونطور که میبینید و واقعا یکی از قسمت‌های جالب این بازی هستش. خب این هم از آنباکس بازی چای. اگر که تجربه این بازی رو دارید از اون تجربه برای ما بنویسید در کامنت ها و یا اگر بازی های مشابهی که موقع بازی کردن اونها حال شما خوب میشه، این میتونه به بقیه هم حتی کمک بکنه که بازی های خوبی رو انتخاب کنن که به قول معروف بازی حال خوب کن باشه.
من اینا رو بذارم کنار. همونطور که در واقع قبلا هم باز گفتم، بازی چای بازی بسیار زیبایی هست، بازی راحتی هست که بسیار خوشاینده و خوش میگذره در طول بازی. تک تک کامنت ها رو میدونید که جواب میدم و طبق معمول خوب باشید.